گفت بارالها من پدر و مادر پیری داشتم. خوب دقت بکنید. بارالها من پدر و مادر پیری داشتم و گله گاو و شتر و گوسفند داشتم. عیالوارم بودم، بچه داشتم. هر روز میرفتم گله رو میبردم صحرا، شیر رو میدوشیدم میآوردم. قبل از این که به بچه هام بدم اول به پدر و مادر پیرم میدادم تا اونها بخورن بنوشن از من راضی باشن، بعد به بچه ها و فرزندانم میدادم. تا اینکه یکی از روزها رفتم صحرا دنبال گله. وقتی آمدم که شب شده، هوا خیلی تاریک شده، مقداری از شب گذشته، بچه ها گرسنه‌اند، همه گریه میکنن. شیر تو دستم آوردم، دویدم به طرف پدر و مادرم که هر دوتا خواب رفتن، انتظار کشیدن، خواب رفتن. بچه ها فریاد میزنن، گریه میکنن بابا شیر بده. من همینطور لیوان شیر یا اون ظرف شیر رو تو دستم گرفتم، ایستادم، به بچه هام ندادم که اول پدر و مادرم رو راضی بکنم. و این دوتا همینجور تو خواب بودن، بیدار نشدن تا وقت سحر بیدار شدن که من ایستادم سر پا، ظرفم تو دست منه. بعد گفتم بابا شیر بگیر، مادر شیر بگیر بخور. و پسرم تو ایستادی، و معذرت میخوام وقت من آمدم شما خواب بودید، شیرتون رو بگیرید بخورید. خوردن، تشکر کردن. گفت بارالها اگر احترام پدر و مادر، خدمت پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، رضای پدر و مادر رضای توست و خدمت به اونها رضای توست و دستور توست، تو دستور دادی که من به پدر و مادرم اکرام بکنم، احترام بکنم. خدایا اگر این کار رو من به خاطر رضای تو کردم، مشکل ما رو حل بفرما. هنوز دستش پایین نیامده بود که صخره جابجا شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند پله منبر رو میشمرد، گفت آمین آمین آمین. 3 تا آمین گفت، 3 تا پله منبر که رفت بالا. صحابه تعجب کردن این 3 تا آمین مال چیه؟ جواب داد اولین آمینی که گفتم جبرئیل آمد، گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از رحمت خدا به دور باد، محروم باد کسی که پدرش یا مادرش یا پدر و مادرش در حیات باشن، سبب آمرزیده شدن گناهان اون پسر نباشن. و این پدر و مادر از دنیا ناراضی از فرزندان از دنیا برن و فرزندانشان در حیاتشان آمرزش از خدا نگیرن به وسیله پدر و مادر. یعنی پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم پدر و مادر وسیله است که انسان بتواند از خدا آمرزش بگیره. ولی پدر و مادر رفتن، این فرزند آمرزیده نشد. بگو آمین. گفتم آمین. و علما میگویند دعای پدر و مادر در حق فرزند، دعای خیرش مثل دعای نبی در حق امتش هست. و نفرین پدر و مادرم نفرین خطرناکی است. و امروزه اکثر جوانان از پدر و مادرشون بیزارند، زود از پدر و مادرشون سیر میشوند. هنوز پدر و مادر جوانند، افتاده نشدن، سیر شدن. مادر 40 ساله 50 ساله، خدا نکنه که مریض بشه، افتاده بشه. خانه سالمندان. مردایی هستن که به خاطر زن جوانشان مادر پیرشون رو در بدر کردن، چون زنش گفته یا من تو این خانه یا این مادر پیر خرفتید. گفته تو باشید کدبانوی خانه من، چراغ خانه من. این مادر پیر یه جایی جاش میشه، تو سالمندا تحویلش میدیم. ماهی 30,000 تومان هم به سالمندا میدم. بود که نباید رو شکم بخوابه، به تو فشار بیاره. گشنه میشد، تشنه میشد، نمیتونست رو به زمین بذاره، همینجور تو شکمش میچرخی. حالا آمدی یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی به دنیا آمدی 2 سال از شیرش مکیدی، لباس کثیفت شسته بدونی که در بینیش بگیره. حالا یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی مادر و پدر به سن بالا میرسن، دلشون نازکتر میشن، کمبود بیشتری احساس میکنن، بیشتر نیاز به رعایت دارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند، علما میفرمایند دعای پدر و مادر در حق اولاد مثل دعای پیغمبر در حق امتشه. بترس از دعای مادر و نفرین مادر. این قصه رو گوش بده. در خود مدینه جوونی
اجلش رسیده بود، هر کاری میکردن سکرات مرگ بهش فشار میآمد، چشمش اینطور سرخ میشد، جانش بالا نمیآمد، روحش در نمیآمد. خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید که مادرش نفرینش کرده. مادرش طلبید، گفت مادر این پسر تویه؟ گفت بله. گفت حلالش بکن، ببخشش آخر عمری تا روحش در بیاد، تا زجر نکشه. گفت نمیتونم حلالش بکنم، اونقدر به من بی احترامی کرده که حدی نداره، اصلا از دلم در نمیاد. گفت خواهش میکنم، من از تو خواهش میکنم حلالش بکن. گفت نه نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و باش صحبت نکرد با پیرزن، دستور داد هیزم بیارید. هیزم آوردن، گفتن آتش بزنید. آتش زدن. پیرزن حالا مات شده بود. آتش برای چی؟ هیزم برای چی؟ بعد دستور داد که، حالا نگاه میکنه پیرزن، مادر من، دستور داد این جوان رو بلند بکنید بندازید تو این آتش. صحابه دویدن به طرف جوان که بلندش بکنم تو آتش بذارن. پیرزن گفت چه کار میخوای بکنی؟ اول سکوت بود. آتش زدن، هیزم آوردن، بلند کردن پسرش، جلوش تو آتش. چه کار میخوای بکنید ای رسول خدا؟ گفت تو حلالش نکردی، نبخشیدش. اگر تو حلالش نکنی روز قیامت باید بری تو جهنم بسوزه. من میخوام بلندش بکنم تو آتش بندازمش. همین کار ملائکه خوش میکنن تو روز قیامت. اینجا بود که مادر یک پارچه خودش فراموش کرد و محبت مادری گل کرد، دوید همینجور بچه‌ش تو آغوش گرفت و نوازش کرد و حلالش کرد. عاطفه مادر چقدره، گذشت مادر چقدره، محبت مادر چقدره، شفقت مادر چقدره. پسرش تو آغوش گرفت، سر و صورت و پیشانیش همه بوسه زد و حلالش کرد. تا حلالش کرد روح پسرش هم بالا آمد. چند بار به مادرت گفته ای پیرزن؟ دختره حالا دیپلم گرفته، دانشگاه داره میره، پاش رو پا انداخته، مثل یک نوکر کنیز به مادرش میگه خوراک درست کن، خوراک بیار، لباسم اتو بکن، لباسم بشور، من دانشگاه دارم میرم. یکی از علامات قیامت ان تلد الامة ربتها، این که بیبی کنیز بیاد بیبیشو به دنیا بیاره. سوال کردن تعجب کنیز چطوری بیبی به دنیا میاره؟ گفت در آخر زمان دختری که باید اطاعت و احترام مادرش بکنه برعکس میشه، مادر باید اطاعت دخترش بکنه. حالا شده داره میبینی پسرها همینطورن. یه جوونی آمد در مدینه شکایت باباش بکنه، گفت بابام پولم برداشته، پولم بهم نمیده، حقم خورده. رسول الله عصبانی شد، گفت انت و مالک لبیک، اذهب، دیگه از این حرفا نزن، تو و مالت مال باباته. وقتی به دنیا آمدی ساعت هم سر مچت نبود، یه لباس هم پاد نبود، نداشتی، حالا آمدی شکایت بابات کردی که مالم خورده. تو چه کاره هستی اصلا؟ روی سردر بهشت نوشته من بر 3 نفر حرامم: 1 دائم الخمر، 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی بکنه، 3 دیوس. اون 2 تا فهمیدن. صحابه سوال کردن دائم الخمر میشناسیم، حقوق والدین هم میشناسیم، میدونیم چیه، دیوس چه کسیه؟ گفت دیوس کسی که نسبت به ناموسش بی تفاوته. یه روزی در آخر زمان دیاست و دیوسی و بیغیرتی به مردان امت من سرایت میکنه. اینها بدونن که بوی بهشت نمیشنون و رو سردر بهشت نوشته دیوس بر من حرامی، وارد من نمیشی. کسی که راضی بشه زنش آرایش بکنه، 7 قلم سرخ و سفید، اطراحات کلون، لباس نازک، کفشش، پاشنه کفشش 1 متر، کرب کرب تو این خیابون. میگه شب صدای در آمد، در خونه، ساعت 11 شبه. گفتم این وقت شب کیه؟ حالا که رفتم یه پیرمرد سرسفیری دم در ایستاده، همجور داره گریه میکنه، تا منو دید انداخت تو آغوشم. گفتم پدرم چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت که پسرم تهدیدم کرده اگر ساعت 11-12 شب آمدم خونه، تو خونه دیدمت، وای بر حوالت کتک مفصلی بهت میزنم. به پدرش گفته اگر تو خونه دیدمت کتک مفصلی از دست من میخورید. حالا سر ساعت 11 میترسم برم خونه، پسرم چه شلاق آماده کرده که کتکم بزنه. مادری میرفتم پیشش، مسن 70-80 سالشه، رفتم پهلوش، تا رفتم پهلوش گریه کرد. گفتم چی کار داری مادرم، سفارش کردی؟ گفت که پسرم به من میگه کی سقط میشی، میمیری، خفه میشی، ای پیرزن تا از دست راحت بشم. مادری بوده
که زن پسرش به پسرش گفته یا من تو این خونه یا مادرت. مرده هم به زنش گفته تو باشی، مادرم این پیرزنه خرف، به خاطر تو بیام مادرم تو خونه نگه بدارم، مادرم بره بیرون، تو باشی.